خود برج ایفل یک آبلیسک فانتزی. میدونید که آقای مهندس ایفل و فردریک آگوست بارتولدی هر دو ماسون بودند. این کجاست؟ واتیکان، مرکزیت کاتولیک جهان. خیلی عالیه، بسیار عالی. یه صلیب گذاشتن رو سرش، فکر میکنن اینجوری مثلا حالا نماد دینی هم میگیره. ببینید مرکزیت کاتولیک جهان تحت تأثیر کامل فراماسونی ایران. در این که پاپ بندیکت 16 ماسونه شکی من ندارم. من یکی شکی ندارم، نماد دارم، دلیل دارم. دلیل براش پیدا کردم. پاپ بندیکت 16 دلیل داره. چون ماسون ها خیلی نمادگرا هستن، وقتی به هم میرسن به روش‌های مختلفی با هم روبوسی و سلام علیک و دست دادن میکنن. مثلا وقتی با هم دیگه دست میدادن فقط کافی بود رو کدوم انگشت، رو کدوم بند انگشت اینو فشار بدن تا به طرف مقابل بگم من عضو مثلا 13ام، 14ام، 10ام، 1ام، 2ام، چندمم. اگه شما یه ماسون بهتون دست بده، انگشتتون فشار بده، قم یه مرض داره. اگه ماسون نباشی بیکاره. اما اگه ماسون باشی شما رفلکس نشون میدی، واکنش نشون میدی. در بین سیاسیون و بزرگان الان این بابه که چی 60 رو میذارن روی پشت دست وقتی دست میدن اینطور. حالا تصاویرش هست نشون بهتون میدم. یا مثلا قبلا این بود که این دستشون رو به این صورت میذاشتن زیر کت. کی اینطوری عکس داره؟ احسن. بعدها چی شد؟ اینجوری میذاشتن، عوض میشه چون لوبره سریع عوض میکنه، میذاشتن توی کت. کی اینجوری عکس داره؟ محمد رضا شاه پهلوی، ریاست عالیه لوژ آریامهر. البته لوله سر خرمن بوده، فراماسون راش نمیدادن اینا رو، نه خودشو نه باباشو. تو این سریال چیز دیدین دیگه، در چشم باد، که زمانی که می‌خواست استعفا بده کجا رفت؟ پیش محمد علی فروغی پشت پرده روی تخت خوابی نشون داده. کارگردان ایرانی میخواد چهره پشت پرده نشون بده، واقعا پشت پرده نشون میده. نشسته بود روی روی تخت خواب دراز کشیده بود و گفت استعفا بنویس باشه برو. گوشه این کاغذ نماد گونیا پرگار بود، گوشش. محمد علی فروغی فرزند یک یهودی مهاجر عراقی اومد، آقا ببین چقدر احمد شاه رو برداشت، محمد رضا شاه رو آورد، رضا شاه رو برداشت، محمد رضا شاه هیچ کس اینو نمیشناسه. الگوی طرح کشف اجرا کار کیه؟ کار این باباست. میفته گردن کی؟ رضاخان احمق. قوه اجرایی دیگه کاسه کوزه همیشه سر اون کسی که اجرا میکنه میشکنه. اینا افراد تو سایه‌ان پشت پردن. اینو میبینید شبیه به 2 ستون معبد سلیمان، 4 وجه اومده بالا و نوکش چی داره؟ هرم. تاکید میکنم ببینید 4 وجه دیگه، بس برای نگی برج میلادم نمیدونم ما چیز آبلیسک و نمیدونم بنده خدا اومده گفته بودین برج قوامین هم آبلیسک. نه مشکل داره ها، اما آبلیسک نیست. این اسم داره واسه خودش. اون آبلیسک نیست. 4 وجه بیاد بالا نوکش هرم داشته باشه. این ستون بواز و جاشینه. اینجا شما در جاهای مختلف میبینید که چقدر زیاد آبلیسک موجوده. و این هم باز در پارک مرکزی فکر کنم نیویورک باشه. این در ترکیه ماسونی تر اعتقاد دارم ماسونی ترین کشور خاورمیانه است. ترکیه، مصر و ایران. این هم چی؟ آبلیسک منار رمی جمرات. من مسلمان به این به عنوان نماد شیطان چیکار میکردم؟ سنگ میزدم. این معجزه دین منه. لذا اون وهابی سعودیه که داره تو مهره شطرنج صهیونیسم به دستور میده چیکارش میکنن؟ خراب میکنن. جاش چی میسازن؟ دیوار میسازن. ما با اینا باید این کارو بکنن. شما حق نداری به شیطان توهین بکنی. عزیزم بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. امروز تمامیت انرژی اینها در خدمت ابلیس، از خود ابلیس دارن فرمان. دشمن آشکاری که در قرآن بهش اشاره شده، الم اعهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میگه لا تعبدوا الشیطان، شیطان نپرستید. بنی آدم هم میگه، خیلی وسیعی رو داره میگه. امروز رو دیدید حضرت آخر زمان ما همینه واقعا. من مسلمان از معجزات دینم به این به عنوان نماد شیطان سنگ میزنم، خرابش میکنم. چه کسی دستور این کارو میده؟ سر نورمن فاستر، کسی که تا الان بیش از 200 آبلیسک تو کل دنیا ساخته. میگه اون یکی باید خراب کنه، اونجا به شیطان داره توهین میشه. مسئول چیه؟ مسئوله که اینو بسازه. بالا سر خونی کرد. کی قرار افتتاح بشه؟ 21 دسامبر سال 2012. قرار سایه شیطان بیفته بر خانه توحید. ما مسلمان ها خوابیم. چند طبقه است؟ 72 طبقه. در کنار قدرت الله 72 قدرت شیطان رو به رخ میخواد بکشه. مگه توی اصفهان این ماجرای برج نقش چی بود؟ نقش جهان بود چی بود؟ برج جهان نما. چرا این همه سازمان ملل فشار رو خرابش بکنید؟ گفت اونجا رو به هم ریخته اون ویوش رو، درسته؟ چطور اینجا گیر نمیده؟
تمام همه چی مال اونا، سازمان ها رو خودشون به نفع خودشون به وجود آوردن و به ضرر ما. ساختش هم شروع شده. این عکس مال 2 سال پیشه. یک اونجا ممنوع تصویر، حق عکس برداری وجود نداره. یک از دوستان با موبایلش عکس گرفته به من نشون داد و تقریبا تکمیل شد. جالب اینجاست که از شرکت‌های ایرانی هم رفته پیش خرید کرده یکی از طبقه‌های اونجا رو. من آدم دغدغه‌مندیم، یعنی همونجوری بگذریم بهتره یا یه چیزی میگیم آواز. خب نمادهاشون رو گفتم، اعداد رو براتون جا انداختم. حالا میریم سراغ نمادها. این عکس‌ها خلاصه شده است به خاطر ضیق وقت. تک چشم که چشم خدای راه. یه چیز عجیب در روایات ما اومده، زمانی که ابراهیم علیه السلام داشت اسماعیل رو به قربانگاه می‌برد، شیطان به شکل یک پیرمرد یا پیرزنی بر او وارد شد، وسوسش کرد. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ یه مش سنگ برداشت، زد چشم راستش رو کور کرد. خیلی عجیبه. شیطان چی شد؟ چشم. طرز عجیبی هماهنگی داره. من نتیجه نمیگیرم با خودشون. مسئله بعدی ستاره ششبره. اینو اینجا میخوام توضیح کامل در موردش بدم. ستاره ششبر هیچ ربطی به حضرت داوود نداره. برای اولین بار قرن 7 وارد یهودیت شده. زمان ورودش هم خود یهودی‌ها واکنش نشون دادن. گفتن نماد ما چیه؟ شمعدان 7 شاخه، منورا. شمعدان 7 شاخه نماد ماست. این چی برداشتین آوردین؟ این عزیزان من یکی از قوی ترین طلسم ها در جنگیری ستاره ششبره. که از قوی ترین صرف استفادهش یه بلاهای سر آدم میاره. صرف استفادهش یعنی همراهت باشه. اینها اینو آوردن به اون. ببین معبود واقعی اینها کیه؟ میاره میچسبونه. اینها خدای بعل رو دارن میپرستن. حقیقتا فراماسون ها خدای بعل همین شیطان ابلیسه. بعل شما میدونید نماد خورشیده. بعل قیس خورشید پرستان بودن. خدای خورشید تو مصر میشه اسمش چی؟ را. همونه. فرقی نمیکنه. آیه قرآن که میگه اینا جن میپرستیدن همین تأکید داره. مثلا معجزه قرآن. این مثلث رو به بالا نماد مرد، مثلث رو به پایین نماد زن. ببینید مثلث رو به بالا به خاطر اینکه قاعدش روی زمین چیه؟ محکمه، نماد ایستادگی، نماد مرده. مثلث رو به پایین نماد رحم زنه، نماد توازن، رو نوکش باید به صورت تراز مانند بایسته، نماد زیباییه. آبی قرمز، زمین آسمان، گرم سرد، همه اینها از جمع متناقضین خلقت به وجود اومد. خدای وجود نداره که. تمام حرف کابالا اینه. خدای وجود ندارد. همه اتفاقات با یک آشوب شروع شد، با یک اتفاق، یک انفجار به طرز عجیبی با بیگ بنگ تطابق داره. هر آنچه خزعبلات ذهنیشون بوده امروز تبدیل شده به یه اسم تو کتابای درسی ما هست. ما داریم میخونیم. برای ماهایی که فرق روماتیسم و لیبرالیسم از هم نمیدونیم، فکر می‌کنیم هر چی ریسک داشته باشه چیز خوبیه. عجب آدم با سوادی. به به چه دیگه شمردم 25 تا اسم استفاده کرد. خب از در هم آمیختن زن و مرد بود، سرد و گرم بود، بالا و پایین بود که خلقت آغاز نبود. همین موجودات به وجود آمدند. شما این نماد نهان در این رو در خیلی از جاها میبینید. توی فیلم کد داوینچی به همین اشاره میکنه در مورد حضرت مسیح. غیر اینه همین مثلث ها اشاره میکنه. ستاره ششبر بنابر گفته خودشون the most powerful، قوی ترین most powerful sign، قوی ترین نشانه اینهاست. بعد خود عدد 666 بنا به روایاتی از همین گرفته شده. روایت وقتی داریم میگیم اونا رو داریم میگیم، روایت ما نه. برای اینکه 6 تا ضلع، 6 تا زاویه و 6 تا مثلث کوچک داریم، میشه 666 که اینها میگن از رویای یوحنا اینو استخراج کردیم. دروغ میگن. آنچه که به زبان آرامی در اونجا نوشته شده 616. اینا دارن تغییر میدن. بعدی آنخ هستش که همین کلیدایی بود که دست کاهنای مصر باستان بود. آنخ ماهو، صاحب آنخ، نماد شهوت. همه چی شهوت در مصر باستان. 2 ستون معبد سلیمان میشه 2 پای انسان. از بین 2 پای انسان چون نماد شهوت قرار داره، پیشبندهای ماسونی به صورت مثلث شکل باید این گنجینه رو بپوشونن. تو درخت کابالا وقتی یک انسان اینطوری ترسیم میکنن و متاسفانه شده نماد تبلیغاتی و لوگوی تبلیغاتی یکی از شرکت ها تو کشور خودمون، یک انسان که اینطوری ایستاده، اون بخش رو نام بنیاد و اساس گذاشتن. کتر، ملخوت، نمیدونم حکم فلان میاره پایین. بخشی که شهوت انسان اونجا قرار دارد میذاره بنیاد و اساس اسمش رو. تمام همه چی همینه. اشغال همین دنیا، شهوت همین دنیا رو بچسبید.
خدایی وجود نداره. جالب اینجاست نماد شهوت میشه نماد چی؟ فمینیسم، برابری حقوق زن و مرد. خیلی جالبه ها.